پیشبینی آینده در تمامی دوره‌ها جذاب بوده و این جذابیت در دنیای امروز که سرعت رشد تکنولوژی بالاست بیشتر هم شده و هر روزه چیزهای جدیدی اختراع و تولید میشه. در این ویدیو قصد دارم پیشبینی هایی که نسبت به اتفاقات تا سال 2050 میلادی خواهد افتاد بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. اولین مورد تا سال 2030 هستش، یعنی تقریبا کمتر از 8 سال دیگه. در این سال جراحان ممکنه به این توانایی برسند که مسیر حرکت اعصاب رو تغییر داده تا افراد فلج بتونن توانایی خودشون رو برگردونن و بتونن راه برن. تا این سال ممکنه ما پایان دوره تلویزیون و جایگزین شدن اون با تلویزیون اینترنتی رو به صورت کامل شاهد باشیم. دیگر پیشبینی عجیب اینه که تا سال 2030 ممکنه که افراد از طریق دارایی‌ها، جایگاه و دیگر موارد این دسته رتبه بندی بشن، مانند شبکه‌های اجتماعی امتیاز خاص خودشون رو داشته باشن. در این سال برخی از کشورها استفاده از وسیله نقلیه الکتریکی رو اجباری میکنن و دانشمندان میتونن لایه‌های پایین‌تر از زمین رو حفاری کنن. اما تا سال 2035 پیش بینی شده که قطارهایی که میتونن با سرعتی 3 برابر هواپیما حرکت کنن اختراع میشن و دانشمندان به روی فناوری ویرایش ژن‌ها متمرکز میشن. و اتفاق جالبتر این که وسایل نقلیه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن و برخی داده‌ها مانند ترمز و سرعت رو با یکدیگر به اشتراک میذارن. میرسیم به سال 2040. تو این سال پیش بینی شده که دانشمندان احتمالاً بتونن خاطرات موجود در مغز انسان رو پاک یا بازیابی کنن و ممکنه که جامعه به دلیل کمبود مواد غذایی دچار مشکلات متعددی بشه و جمعیت جهان بیشتر از 9 میلیارد نفر خواهد شد و رایانه‌ها تا اون روز بسیار کوچکتر شد و با ظرفیت‌های خارق‌العاده عرضه میشن. تا سال 2045 پیش بینی میشه تا سال 2045 پیوند و کاشت مغز واقعی بشه و در کنار اثر انگشت اثر مغز نیز اضافه بشه. سطح دریا به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکنه و ممکنه که سیل‌های ناشی از جزر و مد ایجاد بشه و همچنین ممکنه شهرهایی ساخته بشه که با محیط زیست سازگارتر بوده و هوای تمیزی داشته باشن. و اما تا سال 2050 تا این سال هوش مصنوعی بر تمام ابعاد زندگی بشر ورود پیدا میکنه. ممکنه تا سال 2050 جمعیت مریخ به 1 میلیون نفر برسه و جمعیت کره زمین به چیزی حدود 10 میلیارد نفر و توی این سال احتمالاً حدود 2 میلیارد نفر به آب و هوای مناسب دسترسی ندارن و همچنین قهوه به دلیل گرم شدن کره زمین از بین رفته و یک کالای لوکس تبدیل شده و همچنین در این سال اتومبیل‌های پرنده به واقعیت تبدیل شدن. این بود برخی از پیشبینی‌ها تا سال 2050 که احتمالاً نصف بیشتر اونها اتفاق میفته. خیلی دوست دارم اگه به اون سال رسیدم، اگر در خاطرم بود این ویدیو رو ببینم و بهش ریاکشن داشته باشم و تحلیل بکنم که چه اتفاقاتی افتاده و آیا پیشبینی‌ها درست بودن یا نه. شما میتونید نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که اگر به اون سال رسیدیم یاد و خاطره ها زنده بشه. ممنون از شما لیوزنی های عزیز که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید و این پیشبینی ها فقط برخی از اون پیشبینی های بزرگ بودن که بیان شد. مرسی ازتون. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب یا فالو ندارید، اگر دوست داشتید این کار رو انجام بدید که ما در کانال لیوزن به موضوعات جنجالی عجیب و هیجان انگیز میپردازیم. تا ویدیوهای بعد.